دیگه فکر نکنم در مورد گوشی‌های موبایل محتوایی باقی مونده باشه که موبانیوز و اهورا نیازی در موردش محتوا نساخته باشن. ولی نه، یه موضوع هست که از زیر دستشون در رفته و چون من خیلی زرنگم و خیلی حالیمه رفتم سراغش. تاریخچه موبایل گیمینگ از ابتدا تا امروز. انتظار نداشتید نه؟ آره داشتون خیلی خفنه. ما اینیم دایی. هیچ وقت فکر نمی‌کردم واسه جذابیت محتوا مجبورم انقدر سبک رفتار کنم. ولی راستش خودم ویدیوهای تاریخچه‌ای رو خیلی دوست دارم، چه به عنوان بیننده چه به عنوان محتواساز. این ویدیو هم خوراک عاشقان موبایل و تکنولوژیه، هم خوراک گیمراست. قراره تو این ویدیو از اولین گوشی‌هایی که میشد بازی کرد، اولین بازی‌های ساخته شده تا امروز که درآمد موبایل گیمینگ 108 میلیارد فاکینگ دلاره. و دوستان میدونم این یه تیکه حوصله سر بره، ولی اگه شما این ویدیو رو لایک کنید کمک خیلی بزرگی به من و محتوای من کردید. لایک شما باعث میشه ویدیو به بقیه هم معرفی بشه و چنل رشد کنه. اگه هم از چنل راضی بودید چنل رو سابسکرایب کنید که این دو تا کار بزرگترین حمایت از من و محتوای منه. بریم سر وقت ویدیو. برای اینکه ببینیم اولین بازی موبایل چی بوده باید برگردیم به سال 1994. تازه داستان شروع شد. بازی تتریس گوشی هگنک. دارم درست تلفظ میکنم؟ هگنک اگه اشتباه نکنم درسته. هاگنک، یه گوشی سنگین که تو ایران اون زمان حدود قیمت 1 میلیون تومانی داشته. بخوایم عمق فاجعه رو در نظر بگیریم یعنی اینطور بگم، اون زمان با 1 میلیون میتونستی یه خونه تو مرکز شهر بخری. وسعت قیمت و نگاه. بعد فکر کن با این گوشی بشینی تتریس بازی کنی. خیلی ظلمه. بریم جلوتر. 1997 بازی اسنیک گوشی نوکیا 6610. و خب انتظار چیزی غیر از بازی اسنیک رو نداشته باشید. بازی اسنیک خلاصه میشه در سادگی، تکرنگی و اعتیادآور بودن. یه نمه بریم جلوتر و دنیای رنگی سونیک. بازی سونیک 2001. باید اینجا رو یه ذره تندش کنیم. 2001 اتفاق خاصی نیفتاد، ولی سال 2002 ورود دنیای جاوا. دنیای پلتفرم جاوا شروع کننده جدی گرفتن موبایل گیمینگ بود و شرکت‌های بزرگی روی کار اومدن. گوشی‌ها کم کم داشتن روی کنسول‌های دستی تأثیر می‌ذاشتن. دوستان کنسول‌های دستی. به همین خاطر شرکت‌های بزرگ یه دیدی هم به بازار موبایل داشتن. بازی اساسینز کرید کرونیکل در سال 2008 برای گوشی‌هایی که سیستم عامل جاوا داشتن عرضه شد. اما فقط یوبیسافت تنها شرکت بزرگ نبود که به این بازار وارد شده بود. سونی هم پای کریدوس رو وسط کشید و گاد آف وار بتریل رو دارم درست تلفظ میکنم Betrayal در سال 2007 بازم برای جاوا عرضه کرد. سال 2007-2008 آخرین سالهای رونق جاوا بود و اندروید و iOS به خاطر گوگل پلی و اپل استور حسابی ترکونده بودن. اپل استور و گوگل پلی همونطور که میدونید یه پلتفرمی بود که برنامه نویس و بازیساز به راحتی اپلیکیشنی که میخواست و میساخت و تو اون پلتفرم به راحتی به اشتراک میذاشت. بیایم سال 2009 و یه بازی عرضه شد که پشمای دنیا رو اپلاسیون کرد. انگری بردز. خیلی راحت از این بازی نگذرید. همونطور که ماریو یه آیدل یا یه سمبل برای کنسول گیمینگه، همونطور انگری بردز هم نماد و سمبل موبایل گیمینگه. این بازی با یه پلتفرم خیلی ساده اما به شدت اعتیادآور تونست همه توجه رو بکشونه سمت خودش. 2 سال بیایم جلو و یه انقلاب دیگه در صنعت بازی موبایل. سال 2012 کلش آف کلنز. کلش آف کلنز شروع کننده یه اعتیاد همه‌گیر در دنیا بود. میشه گفت با شیوع کلش آف کلنز داستان خریدهای درون برنامه‌ای پاش به صنعت بازی خیلی گشاد باز شد. یادم اون موقع اخبار یه بنده خدایی نشون میداد که 7 میلیون تومان جم خریده بود و من اینجوری بودم که چطور میشه آدم به این حجم از حماقت برسه. اون زمان 7 تومن خیلی پول بود. گرونترین گوشی اون زمان 1.5 پولش بود. شما چقدر خرج کردی بابت این؟ تا پارسال 70-80 تومن بود ولی امسال باز 20 تومن زدم. 100 تومن 110 میلیون تومان. 4 سال بیایم جلوتر. 2016 و پوکیمون گو. در مورد این دوره من هیچ صحبتی ندارم. کم کم داریم به زمان حال نزدیک میشیم. گوشی‌ها حسابی قدرت گرفتن و در سال 2018 پابجی موبایل عرضه شد. یه شوک عصبی بدم. 2018 6 سال پیش بود. بازی‌های بتل رویال زیادی برای گوشی‌ها عرضه شد که مهمترین اونها فری فایر و فورتنایت بود. در نهایت امروزه چه خوشتون بیاد چه نه، اون گوشی‌های کوچیک لعنتی دارن یه تهدید واسه کنسول‌های دلبندمون میشن و ممکنه یه روز کنسول‌ها پسیخور همین گوشی‌های تو دستمون باشن. اون روز به شدت نزدیکه. لایک کردن شما باعث میشه این ویدیو به بقیه هم معرفی بشه. پس ممنون میشم ویدیو رو اگه دوست داشتید لایک کنید و اگه با چنل حال کردی دکمه سابسکرایب هم بزنید. دکمه زنگوله هم که میدونی داستانش چیه. و ممنون. بای.